به نام خدا. تعمیر آیفون تصویری تا با مدل 1090 امی 100. مشکلش این بود که روشن نمیشد آیفون تصویری. خب ما آیفون تصویری رو باز کردیم، عیبیابیش رو انجام دادیم. الان براتون میگیم که چه عیبی به هم زده بود این آیفون تصویری. یه سری این آیفون تصویری تعمیر شده، جای رفته ها قشنگ معلومه که برد تغذیه مثل نوسان برق سوخته، فیوزش که بالاخره فکر اون فیوزی سره کردن که باید ما یه فیوز 2 آمپر یک الی 2 آمپر باید اینجا جاگزین کنیم که کار به صورت اصولیش پیش بره. خب منبع تغذیه آیفون تصویری اینجا داریم، برد صوت همین قسمت و برد LCD. مشکل آیفون همونطور که گفتم که روشن نمیشد. خب ما تست از منبع تغذیه شروع کردیم، دیدیم منبع تغذیه سالم است، 14-15 ولت ما با آمپرش کاملا ردیفه، کدام مشکلی خاصی نداره. خب بعدش از این قسمت که برق 12 ولت ما رفته روی برد صوت، ما اینا رو در آوردیم، تست بازار گرفتیم، دیدیم که اتصال کوتاه داره نشان بده، مثبت و منفی به همدیگه داره بوق میزنه. خب ما اینجا چیکار کردیم؟ گرفتیم برد تصویر رو از این قسمت و از این قسمت سوکتاش جدا کردیم و دوباره تست بازار گرفتیم، دیدیم که مولتی متر ما بوق نمیزنه. پس نتیجه گرفتیم که این قسمت سالمه. وقتی که برد LCD به برد صوت نصب میشه، داره این قسمتی ورود برق 14-15 ولت ما اتصال کوتاه داره نشون میده. خب ما از این قسمت تو فعلا کنار رو گذاشتیم. بعد از اینجا ببینید این قسمت برد LCD، سیم قرمز و سیم سیاه، تغذیه 12 ولت از برد صوت میاد رو برد LCD برای تأمین تغذیه LCD و برد LCD. خب ما اینجا مثبت و منفی رو تغذیه گرفتیم که اینجا بازم تست بازار ما داره بازار میزنه، مولتی متر ما بوق میزنه. پس یقین ما ثابت شد که این برد LCD ما دچار آسیب شده، مدارای مشکل ایراد داره. خب ما گرفتیم از این قسمت، بذار لحظه خدمت شما، قسمت مثبت ما این لحظه اگر این قسم قرمز دقیقا آمده به یه فیوز، این یه مقاومت 0 اوم، بعد از او آمده روی یه دونه خازن اینجا، بعد سری شده با این سلف، از سلف مستقیم آمده روی این خازن 16 ولت 220 میکرو. این قسمت 16 ولت 220 میکرو. الان بذار ببخشید، ما داره با یه دستم داره فیلم میگیرم، با یه دست داره اینا رو باید ردیفش کنم. خب از لحاظ ظاهری متوجه شدیم این آیسی خال زده، بسیار خالی کوچیک زده بود که با چشم قابل رؤیت نبود، باید با ذره‌بین یا لوپ باید نگاه میکردی که با ذره‌بین متوجه شدیم این دوچار مشکل. این یک آیسی LSP اگر اشتباه نکنم 5526 که یک آیسیه که 12 ولت ما که از این قسمت برد صوت می آمد اینجا، از اینجا می آمد به این خازن، از خازن مستقیم میاد بر روی این آیسی. این آیسی کارش چیه؟ 12 ولت ما رو میگیرد تبدیل به 5 ولت میکنه و بعد وارد مدار میشه که در این قسمت 3.3 ولت برای توسط یکی از این رگولاتورات برای آیسی تامین میشه و 3.3 ولت و یه 5 ولت دیگه هم وارد بقیه مدارها میشه. کنار هم در ویدیوهای بعدی با ایرادایی که پیش آمد اینا طبق ایراد برای شما تجربه خود شریک میذارم با شما. خب ما این آیسی رو تعویض کردیم و خازن، این هر دو خازن هم باید تعویض بشه همراه با این آیسی، همراه با این مشکل ما رفع شد.
و یک نکته مهمه که بگم، وقتی که بورد LCD رو باز میکنید، این نکته بسیار مهمه که امروز برای اولین بار برای خودم اتفاق افتاد. بورد LCD رو باز کردم، این کابل فلت LCD رو از روی بورد در آوردم. متاسفانه حواس ما نبود، یه پیچ گوشتی از بالا افتاد مستقیم بچی روی این کابل فلت. کابل فلت 4 تا ترکش پاره شد. یعنی اگر اشتباه نگفته باشم نزدیک 3 ساعت من روش کار میکردم، فقط این ترک‌ها رو با هم وصل کردم. یعنی بسیار حساس است و بسیار وصل کردن این ترک‌ها سخت است. در صورتی که هویه مناسبی هم نداشته باشی واقعا سخته. پس از این لحاظ وقتی که این بورد LCD رو جدا میکنی، 2 تا پیچ اینجا داره از رو پیچ در میاری، حواس 100% باشه با کابل LCD که این پاره نشه. اگر پاره شده دیگه واویلاست، یعنی اذیتت میکنه. اونم که هویه مناسبی نداشته باشی که دیگه اصلا دیگه باید بذاری کنار. بعد درسید که من به نمایندگی تابا تماس گرفتم که این LCD چنده. قیمت این LCD رو هم 480,000 تومان به امروز برای ما گفتن قیمت این LCD به این حد سخت، ولی تونستم که این ترکای این کابل فلت رو به هم وصل کنم و آماده است که برای مشتری تحویل بدم. فقط گفتم که حواستون باشه در رابطه با کابل LCD که کابل فلت از پیشتون پاره نشه. بازم دوستان فقط من تجربیات من شریک میکنم با شما، یعنی علمم به حدی نیست در رابطه با تعمیرات که بخوام به کسی آموزش بدم یا چیز. فقط این تجربیاتی هست که من در رابطه با تعمیرات به دست آوردم و میخوام اینم تا یک ویدیویی با همه دوستان شریک کنم. کسی که انتقاد پیشنهادی دارم ما سر و پا گوش هستیم.